سلام دوستان، میخوام کتابی بهتون معرفی کنم که مرور بر خاطرات مشترک بچه‌های دهه 60. گردآوری و تألیفش با آقای مهدی منتصری بوده. گرافیک و صفحه‌آرایش هم با آقای مهدی منتصری. اسم کتابش هم یادتونه. دوستان، با آقای مهدی منتصری یه مقدار آشنا بشیم. آقای مهدی منتصری نویسنده این کتاب متولد 1358 خورشیدی هستش. از بچه‌های شهرستان گلپایگان. ایشون دانش آموخته کارشناسی فنی صنایع دستی دانشگاه هنر تهران سال 1380. طراح، گرافیست، ایده پرداز و عکاس هنری. مدیر خانه طراحی و گرافیک پایزان تا سال 91 بوده. مدرس گروه معماری مؤسسه آموزش عالی پیام گلپایگان. منتخب جشنواره پوسترهای خلاق اصفهان 1387. منتخب 10مین سال پوستر تهران 1388. منتخب 3مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخش پوستر 1389. حضور ایشان در بیش از 50 نمایشگاه و جشنواره بین المللی و کشوری در کشورهایی همچون ایران، ایتالیا، کانادا، انگلیس، اسلوونی، اتریش، قرقیزستان، آمریکا، صربستان و غیره در زمینه عکس و گرافیک. کسب 5 ربان افتخار از جشنواره بین المللی عکس گاسو آمریکا 2009. عضو انجمن عکاسان ایران. یادش بخیر. ایشون کلی از خاطرات ما را زنده کردن. به قول ایشان، ای کاش به زمانی برمیگشتیم که بزرگترین غم زندگیمان شکستن نوک مدادمان بود. این کتاب یادآور موارد خاطرانگیز دهه 1360 1370 ایران زمین است و در برگیرنده کارتون‌های تلویزیونی، برنامه‌های کودک، فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، مدرسه، کتاب‌های قصه، خوراکی‌ها، بازی‌ها، وسایل زندگی، گفتارها و رفتارهای همگانی و غیره میباشد. در کل جناب منتصری تلاش کرده آنچه برای تمام کسانی که آن سالها را به خوبی درک نمودند و خاطراتی مشترک محسوب می‌گردد به صورت تصویری و متنی در حد اشاره ارائه گردد تا برای مخاطب یادآور خاطرات مشترک و شخصی در ارتباط با موضوعات فوق باشد. این اثر مذکور تنها گوشه‌ای از آن همه خاطرات عظیم و به یاد ماندنی را ثبت کرده است و ادعای دیگری ندارد. امیدواریم آقای منتصری ما را ببخشد که کتاب ایشان را در معرض نمایش گذاشتیم تا همه دوستان و کسانی که با ما خاطرات دارند از آن استفاده کنند. با سپاس از شما. دوستان، یادتونه اون زمانا سرود ملی ایران، سرودی که دارین میبینین بود. سالهای اولیه انقلاب شد جمهوری اسلامی به پا، که هم دین دهد هم دنیا به ما، که از انقلاب ایران دگر، کاخ ستم گشته زیر و زبر. یادش بخیر. بعد از مدتی سرود فعلی جایگزین آن شد. سر زد از افق مهر خاوران.
یادش بخیر. نفر اول میدویدیم، تو صف مدرسه وای میستادیم. وقتی ناظم آمد با صدای بلند سرود ایران بخوانیم که شاید به ما بگه آفرین به تو، عجب سرودی خواندی. ولی هرگز چنین چیزی از آنها نشنیدیم و این شد عقده ای برای ما. وقتی از مدرسه می آمدیم درس مشقامونو می نوشتیم. ساعت 5 بعد از ظهر درازکش پای تلویزیون، وک 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 وک. پسر کوچولو یادتونه حیران میرفت و وانمود میکرد انتظار چیزی رو میکشید. یادش بخیر با اون تلویزیون های سیاه و سفید که همه رنگاشون یا قرمز بود یا زرد. دیدن این تیتراژ از اون تلویزیون ها حال هوای خاصی داشت. ساعت 5 عصر هر جا که بودیم خودمون رو به تلویزیون میرسوندیم. قبل از شروع برنامه کودک حدود 1 ساعت برنامه گمشده ها را نمایش میدادند که اگر کسی از آنها خبر داره اطلاع بده.